بابایشان من 22 ساله هستم و او 29 ساله. من میتوانم با او عائله برپا کنم، چون که خود آن زن نیز راضی می باشد. در آخر در حق عائله من دعای خیر کنید. بابایشان برادر عزیز، این همت تو وابسته است. اگر رفت همون عیال برای شما معقول باشد، یکدیگرتان دوست داشته باشید، خوب از نگاه شرع گرفتن شما هیچ خیلی ممنوعیت ندارد. خدا برای شما حلال کرده وقتی که نکاح کنید یا دیگرتان گیرید. لیکن من برای تو جوان تاکید میکنم که مبادا با پشیمان شوی. پشیمانی داریم بعد یک شب بسانی بعد دیگه در نظرت شم شوه و بیچاران دارم اونی خودم. این خوب نیست دادر عزیز. حکایه میکنه هارون رشید پیشش دو کنیزک آوردن برای فروختن. یکیش دختر بود، او قدر حسن زیادی نداشت، لیکن دختر بود، روش میده داغ داشته است. خوب یکیش بسیار زیبای خوشرو بود، لیکن سیبه بود، بیوه بود، شوهر کردگی، رنگی خواهری مبانی ها بچه داشتن. خوب پادشاه هر دو دید و خلیفه ها کنیز میخریدن که هر دو دید. گفت اینش خیلی زیبای خوشرو، لیکن معلصف آخر شوهر کردگی است. اینش باشد اخ خوشرو نه، لیکن دختر است، آخر خوب است. علیکم بالابکار، پیغمبر خدان دختر گیره. فانه انتق افواها اعذب افواها و انتق ارحاما. دختر گفتن یکم که زبان شیرین، دهان پاکیزه دارد، دوم رحم پاک دارد. در وقتی که جابر از رسول اکرم پرسید که یا رسول الله دعا کنه من زن گرفتم، از رفتن چطور زن گرفتی؟ او که بیوه گرفتم، رنگین دادر برید. بعد چون دختر نگرفتی؟ که دختر خوب بود، با او بازی میکردی، شوخی میکردی. این بیوه حوصلش گرفتگی، شوخی هم نمیفرش دیگه. روی حدیث است عزیزان من خوب این دادر نمیگم نگی، فقط مشورت دادستم، اختیار دارد، زیرا که خیلی بسیار بعد یه هفته با جدا شدن درد سری ما شدن. پس آنی هارون رشید گفت که خوب اینش بسیار زیبا، لیکن بیواخی اینش دختر نغزه لیکن خوشرو نه. که با اون بیوا فهمید، گفت که تقصیر آقا بین من و بین این یه شبه. گفت یه شب این به من برابر میشه، لیکن با حسن زیادتی من با زیادتیش میمونه. گفت نباید من گیر گفت کرای گرفتن که او دخترم او کنیزم دانا بوده و گفت آره تقصیر راست میگه، گفت بین من و بین و یک شب فرق هست، لیکن داخل با یک شبه است که برابر 1000 شب لذت داره. او بچه های خوش میده. من به این دادر عزیز مشورات میتیم که خوب فکر کن دادر عزیز. اگر رفت هر دو به دیگر پیمان کنه که زندگی تانه ادامه میتید، مثل که رسول اکرم حضرت خدیجه مادر ما گرفتن، زندگی شیرین داشتن، میتونه خوب یا دیگر تانه گیره، باقی نداره، کلانی و هیچی فرق نمیکنه. وقتی که شما رو حرمت کند، وقتی که شما رو دوست دارد، وقتی خوبیش است. بود در عزیزان میگن زن وقتی خوبیش بین 20 تا 30 است، یه سال دیگه هم سازه. لیکن با بعد گرفتن با پشیمان شوی، با فکر در دخترها رو بدو بیچاره بعد در نیمیرم موند، اینش خوب نیست. من نصیحت من برای تو همون نصیحت است که رسول اکرم برای جابر کردن. علیکم بالابکار، شما دختر گیره. گفتن که دختر زبانش هم شیرین است، رحمش هم پاک است و ارزا بالیسیر. ارزا بالیسیر منش میدونی؟ ارزا بالیسیر نیست، دختر به اند کم قناعت میکند. مثلا بیوه مردم اگر او شوی پیشنگیش ده نقصتر کت خوردگی باشد، لباسای خوشرو با او طرف شما است و شاید در دست تو قناعت نکنه چند. اما دختر باشه او میگه زندگی هم شمین است، بنابراین کم دم قناعت میکنه، او شبا خوت هم که برای قناعت میکنه، اما شمین است. گفته اما مشورت من برای تم احتیاط کن، فکر کن و دعا کنیم خداوند این دادر عزیز ما را
هوشیاری نصیبش کنه، در انتخاب همسر با فریب نخورد و اگر خدای قضای تو به یک جایی شوی اونها رفته باشد بینشان الفت و محبت پیدا کنه، یک دیگرشان دوست دارن و فرزندان خوب و رزق فراخ نصیبشان کن. آمین.